افلاس رژیم اسلامی و دست بردن به سفره خالی مردم. از همان پیام‌ها و سخنرانی‌های عوام فریبانه خمینی و وعده‌های پادر هوا و رؤیا پردازانه اش و همچنین بیان صریحش که گفت ما برای شکم قیام نکرده ایم، ما برای اسلام قیام کردیم و یا اقتصاد مال خر است، نشان داد که چقدر از اقتصاد می‌داند و اقتصاد ایران اسلامی رو به کدامین سو دارد. ما برای شکممون قیام نکردیم که اگر شکممون را یک وقت جلوشو بگیرن ما بشیم سر جامون. ما برای اسلام قیام کردیم. مردم نیز باید با این دو جمله کوتاه حساب کار خود را فهمیده و سنگ‌های خود را وامی کندند. اما اعتماد نابجا، توهمات ذهنی، غلبه شور و هیجان و نیز فقدان برنامه و آلترناتیوی مدرن و کارآمد میدان را تقدیم چنین نگرشی کرد که زیربنای اداره جامعه را به باد تمسخر گرفته و میگیرد. ایران با توجه به مجموعه منابع، معادن و موقعیت جغرافیایی خود کشوری غنی و ثروتمند است. از معادن و منابع طبیعی گرفته تا محصولات کشاورزی، باغی، دامی و غیره در صورت اعمال مدیریتی مدرن و در راستای تأمین منافع مردم و از خود مردم توانی بالقوه برای عرض اندام در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی دارد. امروزه می‌بینیم که محل تأمین بودجه و درآمد بسیاری کشورها سه منبع مشخص است که عبارتند از: 1. وصول مالیات‌های عمومی، 2. فروش کالاهای تولیدی، 3. صنعت توریسم و جهانگردی. با این تفاسیر مردم اگرچه از رفاه کامل برخوردار نباشند، اما از سطحی میانی و حداقل‌های زندگی برخوردارند. این در حالی است که رژیم حاکم بر تهران از سایر درآمدها که بگذریم، تنها از محل استخراج و فروش نفت می توانست رفاهی شایسته را برای مردم فراهم کند. نگاهی به فروش و درآمدهای نفتی بعد از قیام 57 و در دولت‌های بازرگان، بنی صدر و رجایی تا پایان دو دوره‌ای دولت خامنه‌ای، همین ارقام در دو کابینه هاشمی رفسنجانی و کابینه‌های خاتمی و احمدی نژاد و روحانی و جمع و تفریق آنها و مقایسه میدانی و اعلام آمارهای رسمی که همه می‌دانیم بنابر ذات این رژیم با آمار و ارقام واقعی دارای تفاوتی فاحش است. کل مجموع درآمدهای نفتی دوران کشف و استخراج 67 ساله نفت، یعنی از اولین استحصال نفت تا سال 1357 مبلغ 132 میلیارد دلار است. این در حالی است که در دولت‌های خاتمی، رفسنجانی و روحانی رقمی بالغ بر 1116 میلیارد دلار فقط از صدور نفت درآمد داشته‌اند. در واقع درآمدی نزدیک به 10 برابر درآمد پیشین. آیا کسی از حکومت و یا از خودش می‌پرسد که این همه درآمد تنها از محل فروش نفت کجا رفته و یا خرج چه شده است؟ اینک روزانه همگان شاهدند که نرخ کالا و خدمات مدام سیر صعودی را طی نموده و فشار بر مردم گسترش می‌یابد. اگر تا دیروز بهانه کمبود و گرانی کالا در ایران جنگ بود، اکنون که سالیانی از جنگ می‌گذرد، بهانه چیست؟ بهانه تحریم‌های آمریکاست؟ باز جا دارد بپرسیم اولا مسبب وضع تحریم‌ها چه کسی و یا کدامین سیاست است؟ دوما اعمال تحریم‌ها مانع درآمد نشده است، چون در هر حال درآمدی نجومی کسب کرده اید. راندخواری، دزدی، اختلاس و ساپورت مالی و تسلیحاتی و تدارکاتی شبکه‌های ترور و آدمکشی در اقصا نقاط جهان، همچنین خرج در راستای توسعه طلبی ایدئولوژیک خارجی و سرکوب داخلی، محل‌های بالا کشیدن و دود کردن آن ثروت هنگفت است. امروز و با محدود شدن درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای رژیم، آنها چشم به جیب و سفره خالی مردم دوخته و با گران نمودن کالا و خدمات در صدد جبران آن کمبودها هستند.
همگی می‌دانیم که گران شدن هر کالا یا خدماتی به سایر عرصه ها نیز تأثیری پیدا می‌کند. به عنوان مثال، گران کردن هزینه حمل و نقل، نان و سوخت به معنای تخریب دیوار سد و هجوم سیل غیرقابل مهار گرانی است و به زیان مردم و به کام رژیم و تقویت ماشین سرکوب و گسترش ترور. بحران‌های ساخته شده این روزها که ناشی از سیاست‌های زیاده خواهانه و توسعه طلبانه حاکمان تهران است، واکنشی منطقه‌ای و جهانی را به دنبال داشته است. آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه‌ای چه سیاستی را تعقیب می‌کنند خیلی طبیعی است و آنها هر کدام به دنبال منافع خود هستند. اما در این میان و شکاف و بحران ایجاد شده، مردم ایران ناچار به در پیش گرفتن منافع خود میباشند. بدون شک هر گونه تحولی در ایران که در راستای منافع مردم باشد، تنها و تنها توسط خود همان مردم صورت میگیرد و آن هم در گرو اتحاد، همگامی و به میدان آمدن است. مرکز ثقل این نیرو نیز همان گونه که در تجمع کارگران در جای جای ایران به مناسبت روز جهانی کارگر و فراخوان آنها از تشکل‌های مدنی، صنفی، معلمان، دانشجویان و سایر اقشار برای اتحاد و همراهی است. پس با اتحاد و مبارزه‌ای پیگیر و دست در دست هم مانع گسترش فجایع پیش رو باشیم.